شما باز شنیده اید که به گذشتگان گفته شده بود که قسمی بر دروغ نخورند، اما به هر آن چیزی که در نزد خداوند قسم خوردند اجرا نمایند. لیکن من به شما میگویم که تماما قسم نخورید، نه به آسمان زیرا آن تخت خداست، نه به زمین چون که آن پایانداز اوست، نه به شهر اورشلیم چون که آن شهر شاه بزرگ یعنی خدا است. به سر خود هم قسم نخورید، زیرا یک تار مویتان را حتی سفید یا سیاه کردن نمی توانید. بگذار بله گفتنی شما در حقیقت بله باشد و نه گفتنی شما نه باشد، ولی آنچه زیادتی میگویید از شیطان برمی آید. شما